کافر گفتن وظیفه هر یک مسلمانی عادی نیست. وظیفه قاضی، وظیفه عالم و پیش از آن که یک کس کافر گوید اول و یعنی روبرو مانند محکمه. حالا این یک کس کافر گفتن اون طرف استد، یک آدم برای دزد گفتن. دزدی از کفر سبکتر است. کسی دزدی کرد این گناه کبیره هست. کفر این از ملت اسلام بیرون میبرد. یعنی یک آدم از دایره اسلام وقتی که بیرون میبرد دو حکمش قتل میشد. دزدی دستش بریده میشد اگر دزدی ثابت شود. برای یک دزد حکم کردن که تو دزدی و دستت بریده شود گفته برای فتوا برآوردن خیلی وقتی زیاد لازم است. شاهدها لازم هست، یعنی که دلیل ها لازم است برای دزدیدنش. و آیا همین دزدی حساب می شود یا نه؟ مثلا طلا را از خلدین دزدید، از یخدان، بعضی علما میگن دستش بریده نمیشد برای آنکه جای طلا یخدان نیست. او طلا دزدی با قاعده های خود دارد. کدام چیز دزدی گفته میشد؟ از کوچه تلفن یافت مثلا، آیا دستش بریده میشد یا نه؟ یعنی برای یک حکم قاضی برآوردن خیلی وقت میگیرد. شاهدها لازم، تفتیشات میبرد. برای یک دزدی، برای یک آدم از دایره اسلام برای برآوردن، یک مسلمان اگر رفت و از وی عمل کفر صادر شود و یا برای تو کافر گفته حکمش برای برآورده از دایره اسلام برای برآوردن، یعنی مهنت کردن لازم، علم لازم. بدون علم یک کس حکم کرده نمیشد. بنابراین مانند امام ابو حنیفه با این عالم ها از قاضیگی دست کشیدن، زندان به گردن گرفتن و قاضیگی را نه. برای چی؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه دو قاضی حکم میکنه، تو دزد، تو حرامخور، تو حلالخور حکم میکنه. دو قاضی دوزخی هست گفتن، یک قاضی اهل بهشت است. بنابراین قاضیگی را به ذمه نگرفتن. من قاضی نمیشم گفتم، به زندان پرتافت خلیفه مسلمانان. در همون زمان اگر ابو حنیفه حاضر زنده میشدن حکم قتل میگرفتن. در همون زمان زندان نشست و چندین مراتبه خبر میفرستند که مقصد قاضیگی را به عهده میگیری یا که در زندان میشینی. در زندان میشینم میگفتن. همین گونه در زندان وفات کردن. بنابراین شخص مسلمان از حکم کردن مسلمان به کفر یعنی باید احتیاط کند.